تعویض این تایر در آمریکا بیشتر از یه خودروی لوکس هزینه داره. این تایر تقریباً 4 تن وزنشه و بیش از 4 متر قد داره. انگار چکمه‌های فولادی تن یه تیرکس کردی. این یکی از بزرگترین تایرهای صنعتی جهانه و فقط یه دونش بیش از $20,000 قیمت داره. خب چطور اصلا همچین چیزی رو عوض میکنن؟ قدم اول، فراموش کن که بخوای ببریش تعمیرگاه. باید مستقیما از کارخانه سفارشی برای همون مدل خاص ماشینت ساخته بشه. برای حملش هم نیاز به تریلر مخصوص با شاسی حلقه‌ای داری که تایر از رو جاده قل نخوره به فرار نکنه. وقتی تایر به معدن میرسه تازه نمایش واقعی شروع میشه. کارگرها با جک‌های هیدرولیکی حدود 45,000 کیلوگرم وزن رو فقط 6 اینچ بالا میبرن. تایر قبلی با لیفت تراک برداشته میشه، تایر جدید جلا داده میشه، باد میشه و محکم سر جاش قفل میشه. کل این عملیات باید بدون حتی یه اشتباه انجام بشه، چون این فقط تعویض تایر نیست، مثل رقص باله صنعتی در مقیاس غول پیکره. هر ضربه چکش، هر لیفت و هر حرکت مثل کشتی گرفتن با یه غول فولادیه.